دادگاه نوین توجیک‌آباد روز 3 مارس سال 2023 با برگزاری یک مرافعه سیار در بنای دادگاه نوین رشت، ساکن 55 ساله دهه یشم جماعت به نام باقی رحیمزاده نوین رشت مرادوف اسکندر کشورویش را بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایی تاجیکستان به قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ گناهکار شناخته به 9 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده 11 نفر همچون جبر دیده میگذشتند. سرگذشت اسکندر مرادوف نشان میدهد که او مثل استا بندر غرمی بوده که برای درآمد مفت از چیز رو نمیگرداند. از جمله او برای استفاده از سخیم‌های قلوبیش حتی توانسته است که عضو حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان شود و در آینده از بلیت حزبش نیز در قلوبی‌های خود استفاده برد. اسکندر مرادوف به جبر دیده ها بلیت حزبیش را نشان داده میگفت که اگر من فریبگر میبودم مرا به عضویت حزب پرزیدنت مگر قبول میکردند، ولی بنا به اطلاع دریافتی او در نهایت حتی حزب حاکم را هم فریب داده حق عضویتش را نسپریده است. همین طور اسکندر مرادوف یک روز پیش دامولو عبدالقاهر عبدالخالقوف امام مسجد دهه خوجه علی که به دلیل غیر قانونی ساخته شدنش بسته شده بود آمده میگوید که میتواند در عوض 85,000 سومانی قرار از نو کشودن مسجد را گرفته بدهد. امام و اهل دهه به این وعده باور کرده 85,000 سومانی جمع کرده به دست اسکندر میدهند و او به این پول برای خودش یک مرسدس خریده کیف کرده سواری کرده میگردد. مردم خوجه علی و امام این مسجد تا خیلی وقت به امید بودند که اسکندر مسجد را میکشاید. عقل کسی نمیگرفت که او جرأت بکند و اهل مسجد را فریب بدهد. بعد جنجال و دعوا زیاد به امام خوجه علی میسر شده است که اسکندر مرادوف 56,000 سومانی از پول دادهشان را با عذاب پس بگیرند، ولی 29,000 سومانی قرض باقی مانده در گردنش. مرادوف دیگر برای 9 سال پس پنجره رفت. او از جمله سال 2019 از همدیه‌اش نگینا مرادوفا که در دوشنبه به سر میبرد برای خانه‌دار کردن پسرش در عموم به مبلغ بیش از 60,000 سومانی پول و طلاواری گرفته 4 سال باز پول او را برنگردانیده است. کارمندان ریاست کارهای داخلی منطقه و ناحیه رشت روز 12 سپتامبر سال 2022 مرادوف را با گمان دست داشتن در یک سلسله قلابی‌ها به مبلغ بزرگ دستگیر کردند. یک همصحبت بامداد خبر داده بود که اسکندر مرادوف از جمله چند سال قبل همراه با برادرش فریدون مرادوف به باوری شهروند در آمده با وعده تعیین کردن او به وظیفه رهبری اداره شرکت برق تاجیک در منطقه و ناحیه رشت از شهروند 65,000 دلار آمریکایی گرفتند، ولی برادران کارچلان این مبلغ‌های انگفت را به منفعت خویش استفاده برده به منفعت شهروند یگان کار انجام ندادند و او با وجود دادن چنین مبلغ بزرگ نتوانسته است به مقام رهبر شبکه‌های برق وادی رشت تعیین بشود. مرادوف اسکندر سال 1967 در دهه یشم به دنیا آمده در همین جا زندگی میکند. او 3 زن و 10 فرزند دارد، ولی در یگان جا کار نمیکند.